الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز میخواهم همراه شما درباره زمین لرزه‌ای که روزی 6 فوریه در ترکیه رخ داد، در جنوب ترکیه رخ داد و تقریبا 10 شهر بزرگ این کشور را نابود ساخت یا گفتیم زیر خاک کرد، اکثریتش را صحبت کنم. و عنوان موضوع را هم گذاشتم درس از زمین لرزه در ترکیه و قدرت پروردگار بالای بندگانش. پیش از همه چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مصیبت گفته بودند العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. چشم ها گریه می کند، قلب ها محزون می شود، اما بجز آن که پروردگار از آن راضی باشد دیگر چیزی را ما نمی گوییم. این لله و این الیه راجعون. ما از سوی پروردگار هستیم و بازگشت ما به سوی پروردگار است که در حقیقت یک مصیبتی هست بالای امت اسلام، چون خواهر و برادران ففتیده، همه خواهر و برادران مسلمان ما در ترکیه و در سوریه هستند. اینجا عزیزان زمین لرزه ساعت 4:30 صبح و وقوع می آید. زمین لرزه یکم، دویمش در نصف روزی که هر دو هم از 7 بال بالاتر 7.4 7.7 می باشد که در حقیقت خانه ها را به هم زد و این همه مردم را زیر خاک کرد و شاید که به گفته بعضی تحقیقات ها تا 100,000 نفر زیر خاک ها هنوز مرده باشند، تا 150,000 نفر شاید مرده را بیرون بیاورند که این را تعداد آنها را الله میداند. اینجا عزیزان ببینید که زمین لرزه ساعت 4:30 صبح یا گفتیم 4 صبح که مردم همه خواب هستند و وقوع می آید و جان این همه مردم را می گیرد و مردمی که فکرش را هم نداشتند و کسی هم پیشنهاد کرده نبود که فردا زمین لرزه می شود. یکی با امید آن که فردا صبح خانه دار می شود، یکی با امید آن که فردا صبح می رود و از کسی انتقام می گیرد، یکی با امید آن که برای فردا باز کار دیگرش هست و با نقشه های خود می خوابند. صبح نه از خودشان خبر است و نه از خانهشان و نه از تمام نقشه هایشان. و ببینید که این زمین لرزه به ما گشته و برگشته پند می دهد که ای انسان، چقدر تو ضعیف هستی، چقدر تو ناچار هستی، بیچاره هستی، بی قوت هستی، از عهده نابرا هستی در برابر قدرت های پروردگارت، در برابر قدرت های پروردگارت که در یک کوچکترین تکاندهی زمین تو دیگر طاقت کرده نمی توانی. و امروز با اون همه داد و فغانی که انسانیت دارد، قوت را به دست می آورد، تا کیهان می رود، سلاح می سازد، هزار یک تکنولوژی دیگر را به وجود می آورد و شاید حتی انسان بسازد. ببینید که همه بشر دیگر دست خالی ماندند و از دست کسی چیزی نمی آورد. اون همه عالم فیزیک، اون همه عالم خیمیک، اون همه عالم، اون همه زیایی و اون همه چیز کسی از دستش چیزی برابر قدرت پروردگار نمی آورد. و الله می گوید و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. ای بنده ها، ما آیت های خود را، نشانه های خود را، بعضی آفت و بلاها رو برای شما میفرستیم تا که شما بترسید، دیگر تن گیرید که شما انسانید، شما بنده پروردگار هستید، از دست شما چیزی نمی آید. اینقدر امیدهای طولانی نکنید، اینقدر آرزوهای طولانی نکنید، اینقدر از پی خانه و در و بچه نفتید. برگردید به سوی پروردگارتان. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. الله میگوید ما برای بندگان نشانه های خود را، بزرگی خود را در افقهای زمین و آسمان، در کنارهای زمین و آسمان نشان می دهیم و در نفس خودشان که درباره خود فکر کنید. شما از عهده چی برآمده می توانید؟ شما بدون الله هیچ چیز هستید. حتی یتبین لهم انه الحق، تا که با دیدن این بزرگی های پروردگار بدانند که انه الحق، پروردگار حق است، پروردگار هست، پروردگار صاحب قدرت است. صبر میکند بالای این همه سرکشی شما، اما یکی میگیرد و قدرت خود را نشان میدهد که شما کلا دست به دست شوید، هم دوست و دشمن، کاری از دستتان نمی آید. یعنی این زمین لرزه درسی هست تا بشریت بداند که چقدر ضعیف و ناتوان است
برابر قدرت الله از دستش چیزی نمی آید. اگرچه این همه ادعا داشته باشد، داد و فغان داشته باشد که من همه را دارم، من همه چیز را دارم. چیز دیگر الله میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، الله قادر است که برای شما عذاب بفرستد، من فوقکم از بالای سرتان، او من تحت ارجلکم یا از زیر پایتان، با زمین لرزه، با کشیدن زمینه، با بارشات، با چیزی دیگری. او قادر است. اما پروردگار صبور و رحیم است. اما گاهی می شود که پروردگار بزرگی خود را باز نشان می دهد. اینجا عزیزان، مدتی که بنده در ترکیه هستم، البته نمیگویم این بلا هست بالای این مردم جزایشان را ببینند، حاشا لله، نباید این را گفت. مصیبتی از طرف پروردگار است. برای بعضی انسان ها این امتحان است، برای بعضی انسان ها پند و حکمت است، برای بعضی ها هم در حقیقت بلا هست که دیگر چشمت را بگشا. مدتی که بنده در اینجا هستم، زیادی چیزی که در ایشان یعنی در خلق ترکیه ملاحظه کردم، اکثریت اینها قرضدار هستند از بانک های ربوی. خانه گرفتن به مدت 30 سال 40 سال و هر سال و هر ماه کردیت میدهند. یعنی خانه هایی که با قرض های بانکی گرفتن تقریبا سر خانه پیدا می شود. هر یک نفر دوم حتی می توانید پیدا کنید که میگوید من کردیت دارم چون خانه خریدم و مدت 30 سال یا 20 سال یا 25 سال پول آن را میدهم. و این چنین نفران زیادشان هست، پروردگار ببخشد، که به خاطر میراث، به خاطر خانه با خش تبار خود قهری هستند، حتی با پدر و مادر خود قهری هستند، به خاطر اینکه خانه را به من نداد یا میراث را تقسیم نکرد یا چیزی دیگر. عزیزان ببینید که این همه خانه ها کجا رفت، این همه قرض های بانکی کجا رفت. انسان نباید اینقدر برای 30 سال و 50 سال برای خود نقشه بکشد که بعد از 20 سال این خانه از آن من می شود، بعد از 10 سال یکی فردا میخیزی چیزی در دست تو نیست. یکی فردا میخیزی هم خانه‌ات، هم ارثت، هم میراثت، هم خودت با زن و فرزندت زیر خاک هستی، نابود هستی، یا با زمین لرزه، یا با سیل، یا با آفت، یا با مرگ طبیعی. برای همین انسان گشته و برگشته باید به خود بیاید و بداند که فقط نقشه های من و شما نیست. بالای این نقشه ها قدرت رب العالمین است. نقشه های او بالای ما خواهیم و نخواهیم می آید. تقدیرهای جبری می گویم یا تقدیرهایی که دیگر تو یگان اختیار در آن نداره، یگان اختیاری نداره. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی شمال می شد، حتی ابر را می دیدن، حتی پیش آفتاب را مهتاب می گرفت، یعنی کسوف می شد، یک باره به نماز شروع می کردن و در شکلشان فزع یا ترس دیده می شد که می گفتن مبادا بلای پروردگار نباشد. با اون که این همه به رحمت پروردگار امید داشتن، مبادا این بلای پروردگار نباشد، گویان یک باره به نماز شروع میکردن. امروز میبینیم که گویا که مردم دیگر تماما در امان باشند، هیچ پروایی ندارند که یکی بالای گناه ها عذاب می آید، بلا می آید، یکی بالای نقشه های ما قدرت پروردگار جاری می شود و بدون نقشه میمانیم. برای همین گشته و برگشته انسان باید به پروردگار خود برگردد. الله میگوید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. پروردگار هرگز عذاب نمی کند یک امتی را، مردمی را که اونها استغفار میکنند و پروردگارشان برمیگردند، با همراه پروردگارشان هستند. اما وقتی که فراموش کردید که کی هستید، چی هستید، دیگر فراموش کردید که تقدیر پروردگار، قدرت پروردگار، خواسته های پروردگار بالایتان هست. همیشه هر چیز به گفت شما نمی شود، همیشه هر چیز با نقشه های شما نمی شود. یکی پروردگار قدرتش را نشان می دهد که انسان بدون هیچ حول و قوت می ماند، هیچ چیزی از دستش نمی آید و باز هم بعضی ها ناشکری میکند، باز هم بعضی ها تکبر میکند، باز هم بعضی ها در غفلت هست که گویا که همین است و دیگر نمی آید. ولی همیشه باید انسان در امین باشد، یقین بداند که فردا چی می شود به دست پروردگار است، پس فردا چی می شود به دست پروردگار است، پس از مدت بالای تو و همسر و اهل عائلت، خانه و مال و درت چی می آید به دست پروردگار است. و این چنین این زمین لرزه درسی است برای آنهایی که فخر میکنند با خانه در خود، با زن و فرزند خود، با تلاهای خود، با پول و تجارت و مغازه های خود. این همه مغازه ها کجا رفت؟ این همه خانه ها کجا رفت؟ این همه مال و ملک کجا رفت؟
صاحب ملک حقیقی پروردگار است و انسان باید بداند که الملک لله، الملک لله و ما فقط بنده الله هستیم. هم صاحب ملک، هم صاحب قدرت، هم صاحب من و شما پروردگار است. هرچی داریم از طرف پروردگار است، هرچی نداریم به آن شکر کرد. اما تا میتوان آرزوها را کوتاه کرد، وگرنه آرزوهای دراز مردم را به نابودی میبرند و انسان را رفته رفته اینقدر به خود باور میکنند که انسان دیگر پناه به الله، به قدرت پروردگارش هم شک و شبهه میکند که نخواد این همه مال ملک را از دست دهم، نخواد این همه چیز را از دست دهم. ولی جهان و بشریت روز ششم باز شاهد شد که هرچی هستی، هرچی داری نداری، در نزد پروردگار تو هیچ هستی. هیچ کار کردن نمیتوانی. در نزد کوچکترین بلای پروردگار به خود آی، به سوی پروردگارت برگرد و میبینی که دیگر در امان زندگی میکنی. این بود عزیزان صحبتی کوتاه من همراهی شمایان. پروردگار یک و یک ما و شما را از آفتهای زمین و آسمانی نگه دارد و برای مردم مسلمان خواهر و برادران ترکیه و سوریه صبر جمیل دهد. آنهایی که گذشتند وفات کردند که انشالله الهدی شهید است، آنی که زیر خانه های کوچیده یا زمین لرزه وفات کرد و مسلمان بود شهید است. پروردگار شهادتشان را قبول کند و باقی مانده ها صبر بدهد و بگذار این زمین لرزه پنده برای مایان باشد که بودن خود را بار دیگر بشناسیم و به قدر خالقمان رسیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.